اگه رژیم داری یا هوس پیتزا کردی با خیال راحت این پیتزا رو درست کن. نه آرد داره، نه خمیر داره، نه نون داره. تازه 100 گرم از پروتئین روزانت هم تامین میکنه. باورت میشه که این خمیر نیست، سینه مرغه. بیا با هم درستش کنیم. یه سینه مرغ، 3 حب سیر، ادویه‌ای که همه رو تو کپشن براتون نوشتم و داخل خردکن میریزیم و دستگاه رو فشار میدیم. من اینجا یادم رفت 2 تا تخم مرغ و همینطور نصف لیوان پنیر پارمیزان اضافه میکنیم، دوباره به هم بزنیم. باید به این بافت خمیری برسه. بعد تو اون ظرف پیتزامون رو یه کوچولو چربش میکنیم. حالا از اون مواد پهن میکنیم توی سینی پیتزامون. کاملا پهنش میکنیم، میذاریم داخل فر از قبل گرم شده 55 دقیقه 50 دقیقه میمونه. بعد درش میاریم، روش از مقدار خیلی کم پنیر کم چرب، قارچ، فلفل دلمه‌ای و من از پپرونی هم استفاده کردم. دوباره یه لایه خیلی نازک پنیر کم چرب میذاریم توی فر تا پنیر آب بشه. درش میاریم. هم سالمه هم خوشمزه است. با خیال راحت بخور، نگو رژیم